اینجا یک 60 کفتر است که جمله زرد سرخ سیاه می باشه. کلا شیرازی است. یک دو جوره پتین است دیگه. کل شیرازی است. شوق خب کل شوق است. یکی نفر شوقی است که بی از این کفتر زندگی نمیتونه. یعنی شوقش است که دینه میریم چهار طرفشون جالی گرفته که بیرون نپره گم نشه. نگاه کرده دیگه به حساب شوق خود. از هر نگاه انشالله خوب کفتر است. این ماده کفتر است. تمام ویژگی ها و خوبی های کفتر زور کفتر داره. چشم خوب، مژای سفید داره دیگه. سیاهی خوبش داره. نه ماده کفتر است. میبینیم که بچگی هم نداره. تا این قسمت این زرد معلومه، طرف سرخ. این کفتر امکان دو چپ شدن نداره. 2-3 سال پیش مکمل این بال سیاه بود. این بالش مکمل اینطور گوره بود که امسال تغییرات آمده. در اینجا یک گذر چوکری پیدا کرده. این طرف بال خودم اینیایش سرخ کرده. این طرفش سیاهی داره، این طرفش فولادی. اگر نیمه دو چپ بگویم خود گفته میشم. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما خوبان. امیدوارم هموطنان عزیز شوقی سمتون جور و صحتمند و سرحال باشین. باز همه شما خوبان و عزیزان را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه شوق وطندار عزیز. موقعیت ما خوشحالخانه است. پیش یک از دوستای شوقی ما آمدیم شوق کردن. البته جمع کفترکای چوچگیره که شوق میکنه یا را خواستیم بر شما دوستا تصویر بگیریم. به خاطر که دوست ما نبود استاد عزیز خیر ببینه که همکاری کرد که کفترکا را برای شما اوصاف شه بگو و در پالی از یک چند سخنی در مورد این کفتر چوچگی هم داشته باشیم. یگان سوال و جواب. استاد قن سلام عرض ادب دوباره. سلام خدمت شما خوی جان و خدمت تمام دوستایی که از طریق برنامه شما را بیننده است. سلام عرض ادب خدمتشان تقدیم می‌دارم. بخیر و سلامت باشی. استاد عزیز چند کفتر است اینجا پیش وطندار عزیز ما؟ اینجا یک 60 کفتر است که جمله زرد سرخ سیاه می باشه. کلا شیرازی است. یک دو جوره پتین است دیگه. کل شیرازی است. یک 60 کفتر می باشه. خب بسیار خوب بسیار خوب. استاد عزیز یا کفتر چوچگیری است، کفتر شوق است یا دیگه کفترای هم شوق گفته میشه هم چوچگیری دیگه. خب از روشا بسیار هم شوقی است هم چوچه میگیرم شوقی است. نام خدا نام خدا. و استاد قن اگر در مورد کفترها بگوی کدام نسل است پیش وطندار عزیز ما؟ اینجا دیگه در اینجا میبینین در تصویر زرد شیرازی است، سرخ شیرازی است، یا چپ است، امریایی پرپای است، زرد شیرازی پرپای است، مشکی سینه است، سرخ سینه است. خب استاد قن گفتی که وطندار ما یک 60 کفتر چوچگی را پیش خود شوق میکنه. بله دیگه زیادترش شیرازی است. در این شیرازی هم سیاه، سرخ، سبز و زرد است. با چی هدف هم دوستان ما کفتر چوچگی را در خانه خود نگاه میکنن؟ شوق خب کل شوق است. شوق خب کل شوق است. یکی نفر شوقی است که بی از این کفتر زندگی نمیتونه. یعنی شوقش است که دینه میریم چهار طرفشون جالی گرفته که بیرون نپره گم نشه. نگاه کرده دیگه به حساب شوق خود. خیر ببینی بعض دوستان ما سن یگان چوچه را گرفتن سودا میکنن. نه یادم سودا هم نمیکنه. فقط هم شوقی از است که می پیشش غنبر ره و نگاه کنه. اگه چوچه هم بتا یگان دو سندیوال خود بتا ترا یگان پیسه میگیرن. خب بسیار خوب. پیسه از یام کار نداره. خیر ببینی استاد خان خیمی شیشتن و شوق کردن کفتر چه خوبی ها خود داره؟ شیشتن خیستر نبیم کفتر بازی خب شما کلا میبینیم که به خاطر یک ساعت زندگی خود طبیعت خود تازه نداره. یکی شوق ببینیم موتر داره، یکی از یک چیز از یک چیز. نفر از شوق کفتر داره که نمیکلا که طبیعتش تازه میشه زندگیش دیگه. به شک خودتون استاد خان کفتر چوچگی در خانه پیش خود داری؟ نه ندارم. از خود پریشی است؟ از من پریشی است. بسیار خوب. اینی کفتری که مثلا دوستان ما چوچه میگیرن چرا میره وطندارای شوقی ما خصوصا پریشی بازا داخل خود نمیپرونن؟ به خاطر که شیرازی خود نظر به این کفترای دیگه حوصله پرش نداره. شیرازی زیاد که بگرده 1 ساعت الی 1.5 ساعت باز دیگه خود حوصله نداره که بگرده. بازی کفترای دیگه کس خونه خود میبینی که 2 ساعت 3 ساعت میگرده. و بسکش
بسیار خوب بسیار خوب. صادقاً خوبی همین کفتره که بر دوستای شوقی ما اگر بگی. خوبی کفترک خبیر جان میبینیم که سر نور خوبش داره، گوشه سفید داره، یک چیز بسیار خاصه که به حساب انتیکی داره که این قسمتش هسته که بسیار انتیک کفتر است دیگه. در سر روی قدبه است که چوچه از این کفترها می باشه هسته. ماشاءالله ماشاءالله. ماده کفتر است؟ ماده کفتر است. میبینیم که خوب یک سر نور چشم نور خوبش داره. دیگه پرکوتا هم هسته. شیرازی است که بسیار پرش دراز می باشی. هم پرکوتاست، هم بسیار جامعه مقبول داره. از هر نگاه دیگه خوبش است. پایش هم خوب موزه پای است، خوب بلند کفتره. کفتر ماده کفتر یک خال زرد است که ماشاءالله خوب سر کله چشم نول دیگه از هر نگاه انشالله خوب کفتر است. این ماده کفتر است. یا خیر ببینید استاد خان نمود طرف روش یک دفعه برای دوست کامرمن ما دقیق نشان بده که ماشاءالله دوست عزیز میبینی که نامش پوپک واره رویش هم تا خوب پوپکی که میگن نول کوتاه مجای چشمای گور که نمیگن که نمیسی. خیر ببینی بیار گل بیادرم کفترکای دیگرم که دوستای شوقی رو نشان بدیم. کفتر خود نام خدا تعداد زیاد است و ناگفتن همون دوستای دبن از این جمع کفترها رو که شما میبینین یک سه کفتر انتیک است که ان شاء الله ما بر شما دوستان نشان میدیم که تمام کفترهای دوست ما واقعا قابل تعریف توصیف است. یک زرد شیرازی یک ماده هم است که میبینیم پرپای است، خوب رنگ داره، نول کوتاه، یک چشمش هم میبینیم که چشمایش از روی سفید است ماشاءالله موره واره. یکان تا میگه مورهی چشم نمیسته. خیر ببینی نام خدا یعنی در رنگ در هر چیزی بالاست ماشاءالله. یعنی پرپای هم است. خیر ببینی باش صادقاً که با هم یک شوق شکنیم ماشاءالله. چه خوب کفتر مقبول از دوستای عزیز. واقعیت که کفتر به شکل عادی هم بود که دوستای شما دیدین. یک کفتر بسیار خوب و مقبول، البته دو چشم سفید و زیبایی خاصش دوستای عزیز پرکای پایش است و تنهای کفتر نیست که به اصطلاح پرپای داشته باشه. یعنی تمام ویژگی‌ها و خوبی‌های کفتر زور کفتر داره. یعنی پر پایش هم دیگه یک نمود دیگه است. این صادقاً امیر البته که دوستان مبارش چه خوب یک سرسینه مقبول است. امیر رو بیار که دوستای شوقی رو نشان بدیم. این سرسینه کس نام خدا دیگه میبینیم که سر نول خوبش داره، چشم خوبش داره از هر نگاه دیگه. یعنی میبینیم تا زیر دم سرخیش است، سفیدی نداره، تا زیر چاته. یعنی در پرم شش پر است دیگه. نام خدا خوب کفتر قدبه است، از هر نگاهش خوبش است. ماشاءالله چشمش خوب ماشاءالله دیگه خودش میگه که مست. نام خدا ما ایرم کفتر امریرم بتیم. خب مره این شبا ما بتیم اون مادهش خود بگی. این سوشب ماده از او کفتر است که میبینیم که نپشت هم پر است. شاید امی روزا تخم خدا بته. سوسپر است، برش لکه نداره دیگه. قد بستش خوب است، چشم نولش همه چیزش. این سرش با بالش هم میخوانه. خیر ببینی ماشاءالله نام خدا. یعنی دوستای عزیز دوست شوقی ما ماشاءالله خوب شوق میکنه که یک دونه امریس چه خوب یک پر مقبول داره کفتر بدون البته لکه‌ای و پیسی و سرخی. طرف دیگهش گل سر دوستای سمرای نیل بالش هم خانی هم میکنه، خطای روشن بسیار مقبول و نمود خاصش دوستای عزیز پرکای پاش است. و بعض دوستان میگن که کفتر ماشاءالله بلند است. بخیر و جان و جور رئیس بیار شوق کنه دوستای عزیز که ماشاءالله کفتر خوب و عالی است. و یک گپ خوب دیگه هم دوستای عزیز است که دوست ما گفت من نمیفهم که البته پدر و بچه هستن. گاهی وقتا من غلط میکنم که ایش پدرش است یا او بچه ازی است. این بچه‌ش است. چطور فهمیدی کی بچه است؟ با سن و سالش از دماغ روش معلوم میشه. خب که سنن خورده است. بتیو کفتر برایش این لالا این یک زرتیرازی است. دوستا میبینیم که نام خدا هم خوب سر روی. یعنی میبینیم که نول خوبش داره، چشم نول خوبش داره، سر خوبش داره، رنگ خوبش داره از هر نگاه. یعنی میبینیم که هم در دو رنگ میخوانه دیگه. قد بستش یعنی میبینیم که خب پوپکی روی است. ماشاءالله صادقاً نام خدا.
یعنی هم سیاه چپش هسته آه. از این کفترها. یعنی گلا که میبینیم که نشان چپی از یعنی همچنان سر روی خوبش داره، نول خوبش داره. از هر نگاه این از این طرف هم تصویرش بگیرن، چشم خوب مجای سفید داره دیگه، سیاهی خوبش داره، نه بدون حیب است. یا من از جمله چوچگیری هایش هست. این نر کفتر است. ماشاءالله. دوستان عزیز، خوب یک دونه از شیرازی دم سفید است، کفترک مقبول و عالی. اگر نام خدا خوب اکثر صورت مقبول داره، نولک کوتاه، رنگ هم سرمای رنگ نیست. کفتر چوچگیری از دوستان دیر وقت میشه که البته آوازی ندادشون، تیغه نداره در دو بال خود. خوب اما تو یک کفتر از دوستان که ماشاءالله پر موزه پای و چه خوب یک روی مقبول داره. یعنی هم به سلامی موزه پایش نگه نوش جانه حساب کرده زمین شوقاش بخیر. انشالله شوقش کنه کفتر مقبول آری. کبیر جان بسیار یک چشم سفید خوب مقبول، نول کوتاه، سر صورت بسیار مقبول، ماده کفتر است. میبینیم که بچگی هم نداره. خوب سرخگل، نسل سرخگل است، چون که میبینیم سرش سرخی دار است. این کفترها جمله کفترهای سرخگل میباشه. این سیاهیش هم میبینیم که تا زیر دنبال چهاتش هم سیاه است. خیر ببینی استاد خان، خداوند با عزت داشته باشید. ماشاءالله خوب کفتر است. خوب کفترک است. این هم یک دانه حمری ماده است که میبینیم بسیار یک سر صورت مقبول، چشم نول خوبش داره. این پرش هم میبینیم که بدون لکه خوب سبز پر، بدون سرخی میباشه، نه پیسی داره نه هیچ لکه داره. دم سفید کفتر ماده است. خوب موزه پای است. این میبینیم که موزه پاییش هم همچنان این پایش معلوم میشه. خوب اما تو قد بست خوب، نول کوتاه دیگه، همه چیزش خوبش است. خیر ببینی، خیر ببینی. استاد خان یک سه کفتر انتیک است پیش دوست ما. بله. که در مورد از امیا برای دوستا و شوقیا بگو. یکیش خب کاملا دو چپ بوده که کم رنگ خود تغییر داده و اینی در حالت تغییر دادن بالا خود است. اینی میبینیم که اینی تا اینی قسمت رنگ خود زرد کرده. این شاید که در کوری زدگی این مکمل می بالا خود زرد کنه. یعنی نتیجه تا به اینجا نسبت بالا خود زرد کرده. این طرف بالش اینو میبینیم که سرخ است. این طرفش اینو میبینیم که زرد کرده خود. اینو میبینیم تا این قسمت اینو زرد معلومه، این طرف سرخ. این کفتر امکان دو چپ شده نداره. بسیار خوب، بسیار خوب. ماده کفتر است، ماده کفتر است. خب بسیار خوب. اینا هم دو چپ نشان بده بر دوستان ما که تغییر کرده. این کفترک سابقه خود 2-3 سال پیش مکمل همی بال سیاه بود. دیگه تا به اینجا سیاه بود. این بالش مکمل اینطور گوره بود که این امسال تغییرات آمده. در اینجا هم یک گذر چوکری پیدا کرده و این طرف بال خودم اینیایش سرخ کرده. اگر نه مکمل این بال سیاه بود، این نظر به تغییر زمان و وقتش که بال خود رنگای خود سیاهی خود به سرخی تبدیل کرده. اگر نه بال مکمل سیاه بود. دیگه حالا فعلا این خاصیت شیرازی است. شیرازی سا، یعنی به تغییرات داره برای خود چوکر کرده خود. یک دفعه دیگه ما پر بالش بر دوستای شوقی نشون بده. یعنی پرک بالش اینو میبینیم تا اینجا مانده. اگر نه مکمل سیاه بوده، یعنی قسمت شینا نه والا چوکری یگان تا پیدا کرده. بسیار خوب، بسیار خوب. اینا برای ما بده بیار که کامرهشون بر دوستای شوقی نشون بدیم که ببینن. یعنی دیگه بیخی دیگه تفاوتش یعنی کامرهش هست که میبینیم که این طرفش سیاهی داره است، این طرفش فولادی. یعنی میبینیم که این کفترها کام در جمله به حساب انتیک میره. ما شما ایده دو چپ گفتن نمیتونیم، اگر نیمه دو چپ بگوییم خود گفته میشه، اما در جمله کامره دو چپ میره.
و خیر و سلامت باشی. خداوند با عزت داشته باشی. یا دوستان جمله انتیکا هستم دیگه تشکر. قابلش در آخر پیامت بر دوستای شوقی ما استاد. پیام ما دیگه بر دوستا همی است که بدر جان جور صحت کامل داشته باشه. خداوند با عزت داشته باشید. تمام. خودتان خداوند جان و جور و سلامت صحت کامل نصیبت کنه. تشکر. سلامت باشی، بخیر باشی. امیدوار هستم دوستای عزیز که شوقکایتان شده باشه، شوقکایتان تازه شده باشه. خیر بینایی صاحب که ما را فرصت داد که شوقایشو بر شما دوستا تصویر گرفتیم، یک دو کفتر خوب و انتیک هم بر شما دوستا نشان دادیم. تا اینکه بازم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم، همتون رو بالله یک تاب امانت میسپاریم. هر جا هستین سربلند و سرافراز باشید.